اموال و داشته ها. ثروت به میزان دارایی اطلاق نمیشه، بلکه کیفیت داشته شماست که میتونه ثروتمند بودنتون رو نشون بده. اگر میلیاردها دلار پول داشته باشید ولی قادر به استفاده کردن ازش نباشید که دیگه میلیاردر نیستید. یه بیلیونر بهترین چیزها رو میشناسه و از وجودشون خرسنده. البته برای این کار باید بسیار تمرین کنید. اینجا لازمه نکته‌ای رو بهتون بگم. هیچ وقت چیزای برند و مشهور بهترین نیستن. ممکنه خوب باشن ولی ممکنه بهترین نباشن. مثلا مردم عاشق نوشابه کوکاکولا هستن، طوری که انگار هیچ نوشیدنی دیگه‌ای رو جز کوکاکولا نمیشناسن. این دلیل نمیشه که کوکاکولا بهترین باشه. بد نیست کمی در خورد و خوراکمون تنوع ایجاد کنیم. دست از غذا و خورد و خوراک تکراری بردارید. شما با این کار خودتون رو محدود میکنید. اگر قرار بود که در مورد پوشش، دیزاین اتاق و سفر ما یکی دیگه تصمیم گیری کنه که دیگه سلیقه فردی معنایی نداشت. تا وقتی که تمرکزتون بر روی آگهی ها و تبلیغات باشه نمیتونید بهترین چیزها رو پیدا کنید. یه نکته دیگه این که بهترین چیزها همیشه هم گرون نیستن. خیلی از پولدارها رو میشناسم که زندگی معمولی دارن. کیه که این افراد رو دوست نداشته باشه؟ نکته دیگه این که برای کسب ثروت حقیقی باید به معنای واقعی کلمه برای استقلال پیدا کردن خودتون تلاش کنید. همیشه به نظرات و سلیقه خودتون اهمیت بدید و به واقعیت تبدیلشون کنید، نه اون چیزی که بقیه انجام میدن و یا بهتون تحمیل میکنن. اگر نوشیدنی براتون مضره، خب نخورید. حالا چون میخواید پیش بقیه کم نگیرید، لازم نیست این کارها رو انجام بدید. مردم فقط منتظر نشستن که در مورد انتخابات و تصمیم گیری همون پیش داوری کنن. حتی بعضیا رو دیدم که چون خطای کوچیکی ازشون سر زده، بارها توسط مردم تحقیر شدن. فکر میکنم الان منتظرید تا من دست از نصیحت کردم بردارم و برم سراغ اصل مطلب. باید بگم اگر دوست دارید تا زندگی با شکوهی داشته باشید، من آمادم که فهرستی رو در همین زمینه ارائه بدم. پس بزن که بریم. شماره 1، بهترین ماشین. من ماشینای زیادی دارم، از جمله فراری، لامبورگینی و مرسدس بنز. اما تو همه ماشینام بنزو بیشتر از همه ستایش میکنم، چون بنز یه ماشین محکم و زیباست. همیشه و در هر حالتی زیباییش رو حفظ میکنه. شماره 2، بهترین کت و شلوار. از نظر من بهترین گزینه برای داشتن پوششی خاص خریدن یه دست کت و شلوار به جای دوختن اونه. از نظر من بهترین مارک کت و شلوار برند برونیه. شماره 3، بهترین دکمه سردست. من دکمه سردسته زیادی به عنوان هدیه دریافت کردم و آنها رو به عنوان یادگاری نگه داشتم. بهترین دکمه‌های سرآستین من دکمه‌های الماس 5 ستاره ترامپه. این دکمه رو جوسینک، مدیر انجمن جوایز 5 ستاره، بهم هدیه داده. البته گاهی از دکمه سرآستین‌های طلایی و ساده هم استفاده می‌کنم، اما دکمه‌های الماس 5 ستاره ترامپ یه چیز دیگه است. شماره 4، بهترین پیراهن مردانه. از نظر من بهترین مارک پیراهن هم مارک برونیه. پیراهن‌های این برند بسیار خوش‌دوخته، انگار که برای تن کسی که میپوشه دوخته شده. من لباسامو به اتوشویی میدم تا برام اتوش کنن. البته میخوام یه رازی رو بهتون بگم. وقتی پیراهن مارک بپوشید کسی به این توجه نمیکنه که چطوری اتو شده. شماره 5، بهترین کراوات. بازم باید اسم برونی رو ببرم، چون کراواتاش حرف نداره. البته نمیشه از دوخت و زیبایی کراوات‌های هربز چشم پوشی کرد. برند برونی همیشه کت و شلوار، پیراهن و کراوات‌های مد روزی رو برای تهیه و ضبط برنامه کارگاه کارآموزی برام میفرستند. شماره 6، بهترین کفش. تو پوشش کفشو بیشتر از هر چیزی دوست دارم. من همیشه کفشای مختلفی رو خریداری میکردم تا اینکه کفشی رو پیدا کردم که فوق‌العاده بود. حتی قیمت و دوامشم از مابقی کفشایی که تا حالا انتخاب کرده بودم بهتر بود. لازم به ذکر بهترین کفش برای هر کس بسته به نوع سلیقه و احساس راحتی متفاوته. شماره 7، بهترین زیورآلات. از نظر من زیورآلات برندهای گراف، فرید لیتون، اسپریگ، تیفانی و هری وینستون بهترین هستند. قدمت برند اسپریگ به قرن 18 برمیگرده که جواهرات زیبا و ارزشمندی برای خانم ها میسازه. این برند مشهور برای ساخت زیورآلات خودش علاوه بر الماس و سنگ‌های گرانبها از نقره، چرم و غیره استفاده میکنه. اینم بگم که یکی از نمایندگی‌های این برند در برج ترامپه. پس هر وقت بخوام برای همسرم هدیه‌ای بخرم مستقیما به اونجا میرم. البته برندهای گراف و وینستون برای خرید زیورآلات از جنس الماس ایدئال ترن.
شماره 8 بهترین لوازم گلف. اگر تازه به ورزش گلف علاقه‌مند شدید و تازه میخواید شروعش کنید، توصیه میکنم همین اول کاری زیاد بلخرجی نکنید و لوازم ارزون تری بخرید. البته این نکته رو هم باید بگم که هر کدوم از لوازم گلف شامل توپ و چوب گلف برای هر شخصی با هر جنسیت و سنی متفاوته. کرگ استفان معتقده که فقط یک بازیکن خبره گلف باز میتونه بفهمه جنس کدوم چوب گلف بده و کدوم خوبه. من معتقدم که لوازم گلف گالاوی بهترینن. ممکنه شما با من موافق نباشید. مثلا لی رینکر بازیکن باشگاه ترامپ از برند تیلور مید استفاده میکنه. مؤلفه‌های زیادی باید در هنگام خرید لوازم گلف در نظر گرفته بشه. مثلا چوبی که میخرید باید منعطف و مناسب با قدرت پرتابتون باشه. در ضمن بازیکن‌های کهنه‌کار نسبت به تازه‌کارها میتونن از چوب گلف‌های آهنی سنگین‌تر و خالص‌تر استفاده کنن. اما از بحث چوب که بگذریم به توپ گلف میرسیم. من برند تیتلیست و کالاوی رو ترجیح میدم. توپ‌های سخت این برند هم برد بالاتری دارن هم کوتاه‌تر. منظورم اینه که میتونید پول یه توپ رو بدید و یه توپ 2 کاره بخرید. شماره 9 بهترین وسایل خونه. برندهای زیادی هستن که وسایل خونه تولید میکنن و تنوع بالایی دارن. البته کیفیت این وسایل قاعدتاً با هم فرق میکنه. تا حالا نشده بخوام که همیشه از یک کارخونه مبل بخرم، یا مثلا گاهی یکی از محصولات یه برند رو دوست دارم و همونیه که میخوام، اما محصولات دیگه‌ش رو اصلا دوست ندارم. دقیقاً به خاطر همینه که برای خرید مدت زیادی رو در نظر میگیرم. چرا؟ چون اگر وسواس به خرج ندم ممکنه یه وسیله بد بخرم و آن وقته که کل دکور خونه زشت میشه. معمولا انتخاب وسایل خونه بستگی به نور خونه داره. به نظر من فقط ظاهر مبل مهم نیست، راحتیش مهمتره. مثلا مبل و صندلی ساخت برند مایسندور زیبا هستن اما اصلا راحت نیستن. بنابراین مبلمانی رو خریداری میکنم که در عین زیبایی راحتم باشن و برام فرق نمیکنه که تولیدی کدوم برند هستن. شماره 10 بهترین عتیقه جات. همونطور که مستحضر هستید عتیقه جات مارک خاصی ندارن. معمولا هم میشه دست دلالا پیداش کرد. من معتقدم که جمع کردن عتیقه یه هنره. به همین خاطر من همیشه دنبال مغازه‌ای میگردم که عتیقه‌های قدیمی برای فروش دارن. هستن عتیقه‌های تقلبی که تنها یک عتیقه شناس ماهر میتونه با یه چشم به هم زدن تشخیصشون بده. شماره 11 بهترین شامپو. من شامپوی هد اند شولدرز رو استفاده میکنم. بهترین شامپو از نظر شما چیه؟ و شماره 12 بهترین بستنی. حرف بستنی که میشه چشمای من برق میزنه. کیه که عاشق بستنی نباشه؟ من بستنی با طعم وانیلی و گیلاسی هاگنداز رو دوست دارم. تا حالا بستنی های زیادی خوردم ولی این بستنی یه چیز دیگه است. شاید یه روز زدم تو کار بستنی، از کجا معلوم که از هاگنداز جلو نزنم. مکانهای گردشگری در دنیا. آدمای پولدار معمولاً جایی رو برای سفر انتخاب میکنن که منحصر به فرد و استثنایی باشه. این جهان زیبایی های بیشماری داره، پس چرا باید خودمون رو توی 4 دیواری به اسم خونه زندانی کنیم؟ من همیشه دوست داشتم بیشتر عمرم رو در سفر سپری کنم، ولی خب تو خونه بودن و کار کردن خودش برام یک تفریحه. حتما بهترین جا رو برای مسافرت پیدا کنید. منحصر به فرد بودن به دیدگاه، سلیقه و تجربه هاتون برمیگرده. حتی اگر پول کافی برای سفر ندارید، چرا از الان براش مقدمه چینی نمی کنید؟ چطوری میتونیم بدون داشتن هواپیمای شخصی سفر لاکچری داشته باشیم؟ برای داشتن یه سفر مجلل اصلا نیازی نیست که کشتی، ون و یا هواپیمای اختصاصی داشته باشید. البته برای داشتن یه سفر مجلل باید پول زیادی خرج کنید، ولی خب میتونید برای کسب هزینه سفر تلاش کنید. در مورد مسافرت نکاتی وجود داره. اول اینکه جایی رو انتخاب کنید که توش احساس امنیت و راحتی داشته باشید. هر گونه حس ناامنی، شرایط بد جوی و غیره میتونه سفر لاکچریتون رو به سفری تلخ تبدیل کنه. اگه جایی سفر کنید که شما رو بیمار کنه و نتونید از غذاهای اون منطقه میل کنید، چه فایده‌ای داره؟ در تورهایی که قیمت خوبی بهتون پیشنهاد میدن ثبت نام نکنید، چون نمیدونید قراره چطوری جایی برید. البته این اصلا اشکال نداره که به دنبال راهی برای سفر مقرون به صرفه باشید، ولی لازمه که هوشیار باشید، چرا که در بعضی از مواقع ممکنه همین سفر ارزون هزینه‌های بیشتری رو بر روی دستتون بذاره. من دوست دارم به جایی سفر کنم که امکانات خوبی داشته باشه. پسرام عاشق طبیعتگردی هستن، اما من اصلا.
هیچ وقت دوست نداشتم که از کوه و تپه بالا برم و یا بپرم تو رودخونه و شنا کنم. خب چرا باید از کوه اورست بالا برم در حالی که میتونم توی فیلم‌ها و کتابا ببینمش؟ به نظر من تو نبرد بین طبیعت و انسان این طبیعته که همیشه برنده است. پس بهترین راه اینه که یه هتل خوب رزرو کنید و همونجا بمونید. البته این نظر منه. لازمه که قبل از بستن بار و بندیل سفر چند تا نکته رو بهتون یادآوری کنم. شماره 1، موقع سفر از بردن چمدون‌های زیاد و سنگین امتناع کنید، چون در این صورت مجبورید اونا رو به بخش تحویل بار بدید و گاهی دیر تحویلش میگیرن و یا ممکنه حتی بارتون گم بشه. اون وقتی که سفرتون زهر مارتون میشه. خب فکر کنید سفرتون کارگم باشه. اگه چمدونتون گم بشه چطوری میخواید لباس رسمی پیدا کنید؟ شماره 2، جایی که قرار توش بمونید بسیار مهمه، خصوصا اگر به خاطر کار سفر کرده باشید. میدونید که مردم عقلشون به چشمشونه، پس انتخاب یه هتل خوب میتونه نظرشون رو جلب کنه. اگر میخواید خدمات و محصولاتی رو که ارائه میدید تبلیغ کنید، حتما به دنبال رزرو هتل چند ستاره باشید. شماره 3، لباساتون باید اتو شده و تمیز باشن. در ضمن میتونید لباساتون رو به خشکشویی هتلی که در اون اقامت دارید بسپارید. شماره 4، از اونجایی که بیلیونرها به گلف بسیار علاقه‌مندن، حتی تو سفرم باید لوازم گلفتون رو به خودتون داشته باشید، چون ممکنه تو سفرم به بازی مهمی دعوت بشید. در ضمن همراه لوازم گلف باید لباس ورزشی مخصوص خودش رو هم داشته باشید. میتونید وسایل گلف رو در هر جایی از جهان گیر بیارید، ولی لباس و کفشتون رو اصلا. شماره 5، قبل از اینکه به فرودگاه برسید باید برای ترانسفر شدن به هتل برنامه‌ای بریزید. اگر بخواید وقتی رسیدید تاکسی پیدا کنید و با اون به هتل برید، مطمئناً هم باید پول بیشتری بدید و هم وقت زیادی ازتون هدر میشه. و شماره 6، میتونید از کسی که بلیط ها رو براتون رزرو کرده مثل منشی بخواید که به مدیر هتل زمان ورودتون رو اطلاع بده. مدیر بعضی از هتل ها زمان ورود و خروج همه مسافران رو از هتلشون میدونن و حتی حین ورود در لحظه اول به استقبالشون میان. برای اینکه تو هتل مثل یک اشراف زاده بامون رفتار کنن باید چی کار کنیم؟ همونطور هم که گفتم پول باعث میشه براتون همه خم و راست بشن. پس یکی از بهترین راههایی که باعث میشه شما رو یک اشراف زاده بدونن انعام دادن. به خدمتکاری که چمدونتون رو میاره، به متصدی پذیرش که براتون رستوران رزرو میکنه، به خدمه‌ای که اتاقتون رو نظافت میکنن انعام خوبی بدید. همین باعث میشه تا تمام هتل مجذوبتون بشن. به همین خاطر اگر بخواید برای مهمون کاریتون تاکسی خبر کنید، کل اعضای هتل به تکاپو میافتن. بهترین مؤلفه یک هتل نظافته. اگر رفتید تو اتاق هتل ولی با صحنه شلخت و کثیف روبرو شدید، بدونید که هتل بسیار بدیه و باید سریعا اونجا رو ترک کنید. البته خدمه برخی از هتل ها سعی میکنند اینطور مواقع یا قیمت رو کمتر کنن و یا اتاق دیگه ای رو بهتون پیشنهاد بدن. ولی بهتره به جای اینکه هی به این اتاق و اون اتاق برید، خیلی راحت و بدون خجالت اعتراض کنید. مدیر هتل رو بخواید و با اون در این باره صحبت کنید. باور کنید این کار بسیار کارسازه. ممکنه تو همین هتل بهتون یه اتاق بزرگتر و تمیزتر و مقرون به صرفه تر بدن. خیلی از این که اعتراض کنن خجالت میکشن، اما باور کنید این که اعتراضتون رو به گوش مدیر برسونید باعث خوشحالیش میشه. نکته دیگه این که خدمه هتل باید مؤدب و خوش اخلاق باشن. اگر به هتلی رفتید که با خدمه شلخته و اخمو مواجه شدید، بهتره همون اول کار از هتل بیرون بیایید. برای دریافت خدمات عالی از یک رستوران باید چی کار کنید؟ یکی از بهترین کارهایی که قبل از رفتن به رستوران باید بکنید اینه که رستوران، مالکش، سرپیش خدمت و خدمه هاش رو بشناسید. من دوستانی دارم که صاحب بهترین رستوران ها هستن. اونا کیفیت و نوآوری لازمه کارشون. خدمه های این رستوران ها بسیار خوشرو و خوشمشربن، به طور که تا به حال یک مشتری هم ازشون شاکی نشده. ممکنه از گرون بودن این مدل رستوران ها شکایت کنید. فرق نمیکنه چه رستوران گرونی برید چه ارزون، باید همینطوری باهاتون برخورد بشه. حتی مغازه فست فودی رو هم که برای خوردن پیتزا انتخاب میکنید باید همینطوری باهاتون رفتار کنن. مهم نیست که رستوران گرون بخواید یا ارزون، میتونید در هر سطحی که میخواید رستورانی عالی با خدمات دهی عالی‌تر رو انتخاب کنید. اگر میخواید خدمات خوبی دریافت کنید، باید مدیر رستوران و خدمه رو مثل میزبانی تصور کنید که برای مهمونی به خونشون دعوت شدید. شما در حقیقت مهمون رستوران هستید.
اگر با همه در رستوران مثل یک مهمون برخورد کنید، به همین خوبی هم باتون رفتار میشه. چه جای تفریحی خوبه؟ بهترین و مطمئن‌ترین راه برای پیدا کردن هتل و یا مجموعه تفریحی خوب پرسجو کردن از اونایی است که تازه از سفر برگشتن. یکی از دوستان من بیشتر عمرش رو تو سفر میگذرونه و میتونه جواب این سوالات رو در نهایت صداقت بده. البته تبلیغاتی که در مجله ها چاپ میشه هم جای تأمل دارن. چطوری میتونیم متناسب با رفتار انعام بدیم؟ معمولاً برای انعام دادن باید 15 تا 20% از پولتون رو کنار بذارید. اگر انعام بدید بهترین خدمات دهی رو دریافت میکنید. من همیشه به سرپیش خدمت انعام میدم و به همین خاطر هم از هتل و رستوران مربوطه خدمات خوبی دریافت میکنم. شاید با خودتون بگید مگه تو نبودی که ما رو به ذره ذره پول جمع کردن نصیحت میکردی؟ حالا میگی انعام بده انعام بده؟ ببینید، شما باید خدمه ها و کارگرها رو هم به عنوان تجارت تجسم کنید. اینو بدونید که خدمه ها و کارگرها بسیار زحمتکش هستن و با وجود اون همه کار و تلاش متین و بافقار رفتار میکنن و این بسیار قابل ستایشه. این افراد با این کارشون بهمون درسای بزرگی میدن. هر کسی که با کارها و خدماتش میتونه زندگی رو براتون راحت‌تر کنه باید بهش انعام بدید. پس به راننده تاکسی، نظافتچی ها، خدمه هتل و غیره انعام بدید. حتی بیشتر. از نظر من کسی که نتونه انعام بده یک بازنده است. چطوری باید توی مهمونی‌ها حضور پیدا کنیم؟ وقتی جوانتر بودم به مهمونی‌های زیادی دعوت نمی‌شدم چون چندان مشهور و زبانزد نبودم. اما حالا با وجود تعداد زیاد مهمونی‌هایی که دعوت میشم به همه اونا نمیرم. راستش این که به عنوان مهمون از آدم زیاد استقبال نشه اصلا حس خوبی نیست. من اینو توی جوونیام فهمیدم. اون وقتا هیچ وقت به عنوان مهمون اصلی دعوت نمی‌شدم. به همین خاطر بهتون میگم به هر مهمونی نرید. اگرم به مهمونی رفتید تا آخر وقت توی مجلس نمونید. یادتون باشه از افراط و تفریط به شدت دوری کنید، چون رفتارتون در همین مهمونی‌ها باعث میشه یا مجذوبتون بشن و یا ازتون بیزار. قبل از اینکه بخواید صحبت کنید حرفاتون رو مزه کنید. قبلش با خودتون فکر کنید که این حرف میتونه کسی رو بهتون جذب کنه یا که نه. در ضمن باید حرفی که میزنید مناسب جا و مکانی باشه که در اون هستید. همین چند وقت پیش رفته بودیم مهمونی. یه خانمی بود که خیلی در این که همه چی رو میدونه پافشاری میکرد. بسیارم حراف بود. من به همراه جمع حاضرم مجبور بودیم تا به صحبت‌های این خانم گوش بدیم. خلاصه این که مثل این خانم نباشید. برای باز کردن سر بحث و تموم کردن صحبت همون باید چی کار کنیم؟ یه قانون ساده برای حرف زدن وجود داره که میتونه خیلی بهمون کمک کنه. علاقمند بودن ما باعث علاقمند شدن دیگران میشه. اگر مثل من فردی اجتماعی هستید که هیچی، ولی اگر خجالتی و درونگرا هستید سعی کنید بیشتر گوش بدید و کنجکاوانه رفتار کنید. این افراد میتونن برای اینکه نوبت صحبت رو دریافت کنن سوالاتی رو راجع به موضوع مورد بحث مطرح کنن. سوال مطرح کردن هم برای خودتون سود داره و هم برای طرف مقابلتون. باعث میشه شما چیزای بیشتر یاد بگیرید و طرف مقابل هم بیشتر برای هم صحبتی باتون مشتاق میشه. البته خیلی از آدم‌ها دوست دارن که حرف بزنن، نه اینکه به حرفاتون گوش بدن. پس اگر خجالتی هستید بهتره حرفی نزنید و به طرفتون اجازه حرف زدن بدید. اگر میخواید مکالمتون رو تموم کنید میتونید به راحتی این رو به طرف بگید. البته اگر اونقدر روک نیستید میتونید اینطور نشون بدید که یک آشنا دیدید و به طرفتون بگید که از هم صحبتی باتون خیلی لذت بردم، وقت بخیر و خیلی راحت مکالمتون رو تموم کنید. البته تموم کردن مکالمه تلفنی با بیان این جمله ها راحت تره، چون طرف مقابل شما رو نمیبینه. من معمولا از صحبت با افراد دیگه لذت میبرم، خصوصا زمانی که در مورد کار حرف میزنم. معمولا کسانی که به تورم خوردن آدمای وقت شناسی بودن و تا به حال با مکالمه‌های طولانی و بیهوده ناراحتم نکردن. اگر هم آدمایی سر راه هم سبز بشن که بخوان پرحرفی کنن خیلی رک بهشون میگم که باید برم. گاهی لازم رک و تندخو باشیم تا افراد بیدرک زمان و انرژیمون رو هدر ندن. چه کادویی برای چه کاری مناسبه؟ اولین نکته در مورد کادو خریدن اینه که چیزایی که برای کادو خریدن باب شدن رو نخرید. صرفاً به دلیل اینکه فلان چیز الان موده اصلاً برای کادو خریدن مناسب نیست. برای خرید کادو باید وقت بذارید و در موردش خوب فکر کنید.
یادتون باشه که کادویی که میخرید عشق و محبت شما رو به طرف مقابل نشون میده. این موضوع زمانی حساسیت بیشتری پیدا میکنه که بخواید برای جنس مخالف خرید کنید. البته میتونید در این زمینه از فروشنده هم کمک بخواید. من خودم معمولا اول خوب ژورنال ها رو نگاه میکنم. حتی گاهی وقتی چیزی به دلم میشینه میخرم و برای مناسبت های آینده نگهش میدارم. چطوری میتونیم رک باشیم؟ رک حرف زدن شما باعث میشه تا مردم هم باتون رک و واضح صحبت کنن. البته رک حرف زدن در بعضی از جاها اصلا خوب نیست. بعضی وقتا هم رک بودن نمیتونه کمکی بکنه، چون بعضیا حرفایی میزنن که درست نیست و تصحیح کردن اون حرف فقط از همون انرژی میگیره. اگر شما هم به اینطور آدمو برخوردید، بهتره به جای تلف کردن وقتتون بهشون بگید من یه چیزای دیگه شنیدم، بهتره بازم تحقیق کنید. بعدش هم بذارید و برید. از جر و بحث کلا دوری کنید. خیلی از مردم دوست ندارن که اشتباهاتشون رو بروشون بیارید و درستش رو بهشون یاد بدید. همین دلیل جر و بحث میشه. پس بخیال، وقت و انرژیتون ارزش بیشتری داره. تو گوششون نمیره حالا هی شما بگید و خودتون رو خسته کنید. هیچ فایده ای نداره. بهتره بذارید خودشون جواب درست رو پیدا کنن. چطوری میتونیم شخصی رو نقد کنیم؟ به نظر من انتقاد از آدم‌ها رو باید گذاشت مرحله آخر. اولین مرحله تعریف کردن، دومین مرحله هم سکوت کردن. اگر هیچ کدوم کارساز نبود، مجبور میشیم که طرف رو نقد کنیم. ممکنه خیلی‌ها باشن که از بقیه انتقاد میکنن ولی نمیتونن بشنون که داره ازشون انتقاد میشه. دقیقاً مثل یک خیابون یک طرف است. این کار هم وقت و انرژیتون رو هدر میده، پس بهتره که سکوت کنید و بذارید سرشون به سنگ بخوره. بهترین راه انتقاد کردن اینه که با آدم‌ها فرصت بدید تا اشتباهاتشون رو جبران کنن. و در انتها چطوری باید بگیم نه؟ یکی از اصلی ترین و مهمترین چیزهایی که بهتون کمک میکنه مثل یک بیلیونر فکر کنید قدرت نگفتن. در طول روز از ما درخواستای زیادی میشه. این درخواستا میتونه هر چیزی باشه: پول، وقت، انرژی و غیره. ما باید قدرت نگفتن رو یاد بگیریم. فقط زمانی بله بگیم که فرصت طلایی برامون به وجود میاد. یکی از وکیل هم در این باره راه خوبی به هم نشون داده. ما باید درخواستی که بهمون میشه را خوب وارسی کنیم و چکیدش رو در بیاریم. همه ما باید این مهارت رو در خودمون بالا ببریم. وقتی دارید متن و داده های قراردادی رو میخونید، اون رو با استفاده از عبارت به بیان دیگه به طور ساده تری تفسیرش کنید. به تدریج با استفاده از این روش باریک بینتر میشید و میتونید جزئی ترین چیزها رو هم به خوبی ببینید و درک کنید. ساده کردن متن یک معامله میتونه سود و زیانی که متوجه تو خواهد شد رو نمایان کنه. در نتیجه راحت‌تر میتونید نبگید. میخوام رازی رو بهتون بگم. مهربون بودن آدم ها بد نیست، اما افراد نامهربون رو راحت‌تر میشه کنترل کرد. در ضمن یادتون باشه به یه آدم ضعیف به سختی میتونیم نبگیم، ولی در عوض به راحتی میتونیم به یه آدم بد اخلاق نبگیم. موفق و پیروز باشید.